بهتره من دهنمو ببندم. خیلی وقت آگهی دیوار نداریم، ولی خب دلیل داشت. اون دلیله که ویدیو قبلی رو گذاشتم 3 ماه هم از کانالم دیمانیتایزه، هنوزم دیمانیتایزه، وصلش نکرد. حالا کار میکنم بعدم وصلش میکنم. به خدا الان کانالم دیمانیتایزه، هیچ پولی از این ویدیو در نمیاد. سلام. بالاخره من قراره زنگ بزنیم به بچه‌های دیوار. سعی کردم داخل دیوار بگردم دنبال آگهیایی که ممکنه بچه گذاشته باشدشون. یعنی ممکنه یه دونه بچه اسکل داخل دیجیکالا اومده باشید، دیجیکالا نه دیوار اومده باشه، یه دونه آگهی گذاشته باشه. میریم سراغ آگهی اول. آگهی دوم، اکانت کال آف دیوتی که اسکینش هم به نظر خودم یه ذره قشنگ‌تر از اسکین‌های بقیه است. 650,000 تومان با سلام اکانت کال آف دیوتی 750 سی پی زدم. برام مهم نیست، بقیه زدم. برای خرید این پیشواز عدد 7 را وارد کنید. کیت ما پیشواز بعدی کونی غم انگیز غم‌آلود. الو. الو سلام. سلام کودک. پیسکش مگه من با تو شوخی دارم؟ عمو میگم داخل دیوار اکانت کال آف دیوتی گذاشته بودی؟ آره. قیمتش چقدره؟ قیمتش 650,000. 650. بعد اصلا تخفیف مخفیف نمیدی نه؟ میدم 50,000 تخفیف میدم. 50 100 تخفیف بده. باش. دست درد نکنه چقدر با من رامیه. میگم من یه سوالم ازت دارم. میگم من این اکانت کال آف دیوتی رو مدرسه ازم میخواد. بعد اگه این اکانت کال آف دیوتی رو ببرم مدرسه، بعد مدرسه ارجاع بده به شهرداری، بعد شهرداری بیاره بده به من، بعد من چیکار کنم که بتونم از آتش نشانی یه دونه خودکار بخرم؟ چی داری میزنی خودش؟ همچین کاری میکنه این اکانت؟ میخندی به من؟ یعنی چی؟ الو. کودک رو من تلفن قطع کرد. Tell this motherfucker to call me. الو. عمو چرا روم گوشی قطع کردی؟ الو. الو چرا روم گوشی رو قطع کردی؟ من روحیاتم حساسه، خیلی ناراحت میشم عمو. بگو رو. یعنی چی عمو؟ او نخور دیگه. بیت بگو باید زنگ بزنه. بابا یعنی چی؟ با زنگ بزن. چقدر این بچه ها خدایا. برای خرید این پیشواز عدد 7 را وارد کنید. عمو. الو پاسگاه پلیس. پاسگاه پلیس کجا بود؟ من پلیسم. واقعا پلیسی عمو؟ ببین این سوالا دیگه از من نپرس، من نیستم تو پالیسی. بله. جناب سروان ببخشید مزاحم شدم. یه بچه پشت تلفن به من فوش میده، میشه پیگیریش کنید؟ باشه. دیگه زنگ نزنین به شماره. چرا زنگ نزنم عمو؟ شماره ملی تو بده. شماره ملیمو خودم بهت بدم که بری شکایت کنی؟ نه. پس چی؟ من پلیسم. تو خب پلیسی، شماره ملی منو میخوای چیکار؟ مگر نمیخوای شکایت کنی از دستش؟ نه من اکانت کالاف تو میخوام ازت بخرم. من اکانت کالاف ندارم. مطمئنی؟ بله. شیپ شیفتری؟ چرا یا عوض شدی؟ دیگه به این شماره زنگ نزنین. زنگ بزنین شماره تو میدم پلیس فتا. جدی میفرمایی؟ بله جدی میفرمام. میشه اکانت تو به من بفروشی؟ آها شباس کجای شهر؟ بچه‌ها خیلی با کلاس شدن بابا. یعنی چی؟ من تا امسال نمیدونستم پلیس فتا چیه. امسال رفتم اشتغال به تحصیل. شماره که مورد نظر اشغاله. بلاکم کرد. هرچند مادر چنده 4 ماه دارم تو رستوران کار میکنم، حقوق منو ندادی. بریم سراغ آگهی بعدی که بازم اکانت کالافه، بازم از اوناییه که شماره گذاشته و بازم نسبت به توضیحاتش حس میکنم بچه. قیمت 1,000,000 تومان اکانت کالاف. اکانت کالاف لول 44 فول. توضیحاتش برام مهم نیست، خودتون بخونید. 350,000 تومان هم قیمتشه. ما با هم تو پیمان بستیم. آقا میگم اکانت کالاف گذاشته بودی داخل دیوار. پسرم گذاشته، من اطلاعی ندارم. گوشی رو میدین به پسرتون؟ نه خیر، ساعت 6. ساعت 6 میاد. آره. الان کجاست؟ الان خونه است، منم سر کار. خب ساعت 6 با هم تماس نگیرید. نمیدونم، من اطلاعی ندارم. خب میگم ساعت 6 که رفتید خونه دیگه با من تماس نگیرید. یعنی که تماس گرفته بوده با؟ نه اکانت کالاف گذاشته بود، من میخوام اکانت رو ازش بخرم. بعد میگم دیگه اگه تا ساعت 6 من میرم یه اکانت دیگه رو میخرم. پس دیگه رفتین خونه با من تماس نگیریم دوتا. باشه چشم. مرسی ممنون. قربون شما. خداحافظ. بازم بچه بود از دست من پرید. امروز مگه ادارات تعطیل نیستن؟ چرا میری سر کار؟ اگه این الان خونه بود من بچه‌شو 1 ساعت خرس میکردم. انقدر کیف میداد. من اومدم سن دیگو، من
فردا کورت دارم. اکانت کال آف دیوتی مایل به معاوضه نیستم، قیمت 600,000 تومان. سلام، اکانت کی میخواد زنگ بزنه؟ خیلی اطلاعات کاملی راجع به اکانت رو دمش کرد. شمارش خیلی رونده، دلم میخواد برم این شماره رو من بخرم ببرم به این کسایی که سیم کارت معامله میکنن بفروشم. شمارهشو به شما نمیدم، خودم میرم میخرم. 72 اکانت کال آف 1 میلیونی زنگ زد. وایس من جوابشو بدم. زنگ زدی؟ میگم که شما اکانت کال آف گذاشته بودین داخل دیوار. درسته بله. 1 تومن. درسته. بعد میگم این اکانت چی به چیه، چون هیچ توضیح راجبش نزدید. دو سیوه فیسبوک هم که دیسه، سریدم میتیک داره، وی پی 5 هم که فول نیست بار اول گرفته، سریده فول، دیل هم فوله با 3 تا بتل پس اینا. که این اکانت رو مدرسه از من میخواد، بعد میگن که این اکانت کال آف رو ببرم اونجا، بعد به من یه دونه خودکار میدن که من بتونم از اداره آتش نشانی ورقه معافیت تحصیلیمو بگیرم. به نظرتون این اکانت کال آف به من کمک میکنه این کارو بکنم؟ چی؟ میگم من این اکانت کال آف رو مدرسه ازم میخواد، این اکانت کال آف رو بدم به مدرسه به من یه دونه خودکار میدن. چی داری میزنی خودشه؟ یه دونه ماگم تازه بهم جایزه میدن با یه دونه خودکار. خب این اکانت رو میخوام. آره ازم این اکانت رو میخوام. چی میخواد؟ مدیر چیه؟ مدیر مدرسه‌مون ازم میخواد. مگه کالا فلیره؟ آره. چی بگم؟ اینجور چیزی تا حالا ندیده بود. الان نمیخوای؟ 1 تومن منم ندارم حقیقتش که بدم. چقدر داری؟ فعلا هیچی ندارم. هیچی نداری چه زنگ زدی؟ اما شورت ترم لون. گفتم حالا از مدیر مدرسه‌مون پول بگیرم که بتونم برم آتش نشانی، بعد برم شهرداری. دیگه بالاخره نشد. الان تو نمیخوای اکانتو؟ نه دیگه، دست درد نکنه. تمام خودش. خدافظ. اکانت کال آفی که می‌خواستیم زنگ بزنیم که اون بهمون زنگ زد، اکانت کال آف دیوتی، قیمت 600,000 تومان. بذار بهش زنگ بزنیم. گوش کن، من اومدم سن دیگو. بله سلام، خوبی؟ میگم اکانت کال آف گذاشته بودی داخل دیوار. بله. قیمتشو گذاشتی 600 تومان. آره داداش بله. داداش بله. بعد میگم که این اکانت رو من باید ببرم پیش مدرسه‌مون، بعد مدرسه‌مون یه مدرک به من میده که من میتونم برم از آتش نشانی یه دونه خودکار بخرم. خب میگم این اکانت رو به من مفتی بده که من ببرم بدم به مدرسه‌مون، بعد وقتی که خودکاره رو از آتش نشانی گرفتم میارم میدمش بده. داداش نه پولشو بده. شماره کارت بفرستم، پولشو بده به اکانتو بفرستم بده. بعد اگه پولشو بدم پولمو نمیخوری؟ داداش نه بنده میرسو از دیوار میفرستم. مطمئنی؟ آره داداش. آخه ببین من یه دونه ماگ حرارتی خریدم، خب بعد توش خودکار میذارم، بعد اصلا نمیدونم یه وضعیت عجیبیه اینجا، توش خودکار میذارم بعد از اونور قمقمم پر میشه آب. میدونی چی میگم؟ ببین این سوالا دیگه از من نپرس. داداش اونا فیکن. من الان اکانتمو میفروشم 300 تومن. شماره کارت بفرستم، پولو بزن. کیا پیکه؟ لیوان من پیکه یا چی پیکه؟ بابا میخری داداش. نه من شماره کارت بفرستم 600 تومن بزن کارتم، اکانتمو بدم به تو بزنی به گوشی خودت. خب نه میدونم، یه ثانیه گفتی پیکه، چی پیکه؟ به دوستم میگفتم. به دوستت گفتی پیکه؟ آره. آها نکنه به من گفتی فیکه؟ فیک خودتی بی تربیت. عمو چرا قطع کردی گوشی رو من روحیاتم ضعیفه، چرا گوشی رو من قطع میکنی؟ من ناراحت میشم. داداش ببخشید. من بخشیدم، اون خدا ببخش. میگم که آره یه دونه دفتر نقاشی هم خریدم با رنگ همین ماگه که خریدم 3 تا، بعد قمقمم هم نارنجیه. بعد وقتی قمقمه رو نشونه داداشم میدم، داداشم میگه چه دفتر قشنگی. داداشم خنگ شده. میدونی چی میگم؟ میتونم بگو. آره خلاصه یه دونه عینک دودی هم گرفتم، بعد میتونم باهاش توی دفترم نقاشی بکشم. بعد وقتی که توی دفترم نقاشی میکشم، نقاشیام خود به خود سیاه میشن. چرا؟ چون با عینک دودی کشیدمشون. یه لایه عینک دودی میفته روشون، نقاشیام سیاه میشن. داداش من اکانت کال آف میفروشم. میخوای شماره کارت بفرستم، پولشو بزن، ایمیل و پسوردشو به این شماره اسمس کنم. باشه شوخی و مزاح بس. تخفیف میدی؟ به خدا 700 تومنه. تو دیوار گذاشتم 600 تومن. دستم خالی داداش. تو دوستم 700 تومن میخواست، نفروختم 600 تومن تو دیوار زدم. میخوای شماره کارت بفرستم. خب چرا 700 تومن به دوستت نفروختی؟
دوستم میگفت باید 700 تومن بگیرم که سی پی هم بزنی. من نفروختم. بله. من اگه برای تو سی پی بزنم بعد سکه های پابجیت شارژ میشه که بتونی باش جم کلش آف کلنز بخری؟ داداش من الان اینو میفروشم دیگه، کلاف بازی نمی کنم. خواستی زنگ بزن. من اگه این اکانت رو بخرم خب بعد واسه سی پی بزنم بعد داخل پابجی شارژ میشه که بتونم برم باش جم کلش آف کلنز بخرم؟ من عمرم را حرام همچخنی با سرگی چونتو نمیکنم. اکانت کلافه پابجی نیست که. خب میگم اگه واسه این سکه بخرم سکه های اونم باید شارژ بشه دیگه. مگه میشه من به 2 تا بازی پول بدم؟ نه داداش به این پول بده سی پی بزن، به اونم پول بده یوتی بزن دیگه. جدی؟ آره داداش. یعنی نمیشه من به یکیشون پول بدم بعد کل بازیام شارژ شه؟ نه داداش. خیلی این مسئله بد نیست به نظرت داداش؟ داداش پس تو من پول بده 80 تا سی پی یو سی به پابجی بزن دیگه. گرونه داداش، دوست ندارم داداش. دوست نداری؟ اکانت میخوای نمیخوای داداش؟ اکانت تو خب دارم میگم این شرایطو داره که من بخرم. من اکانت کال آف دیوتی تو رو بخرم میتونم باش تو دفترم با اینک دیدیم نقاشی بکشم. آره داداش. واقعا میشه باش نقاشی کشی؟ آره. جدی؟ خب پس شماره کارت تو واسم نفرست. نفرستم. نه نفرست. من خریدار نیستم، حقیقتش داشتم اسکلت میکردم. اولین اکانت کلش آف کلنز، بالا بردن لول کلش آف کلنز در کوتاه‌ترین زمان با تضمین 100% بعد از لول اپ کردن اکانت به شما برگردانده میشه. زر میزنه. من اومدم سندیگو، من فردا کورت دارم. به خدا زر میزنه. اکانت هیچ وقت به تو بر نخواهد گشت. Tell this motherfucker to call me. الو سلام. سلام. خوبی؟ خوبم مرسی. کاکای تویی؟ این سوالا دیگه از من نپرس، من نیستم تو پالیتیک. کاکا کیه داداش؟ اکانت کلش آف کلنز لول اپ میکنی؟ زنگ زدم واسه اکانت. بله بفرمایید. کاکا کیه؟ حالا به شما رفتنده بفرمایید. به من ربطی نداره. خب بذار حالا راجع به اکانت صحبت کنیم دیگه، دعوا نکنیم. نوشی بالا بردن لول کلش آف کلنز، بعد اکانتو باید بدم. نفس بخوایی نده. نمیتونی روششو بگی من خودمم بتونم لول اپ کنم؟ چون من اکانتمو خیلی دوست دارم، میترسم بدمش به کسی. باشه میشه ندیش. خداحافظ. نه قد نکن. باشه میتونم. پیسکش مگه من با تو شوخی دارم؟ عجب بابا یعنی چی؟ شماره که مورد نظر خب بچه من به تمام آگهی‌ها زنگ زدم. اونایی که جواب دادن که باشون حرف زدیم و خودتونم دیدین، اونایی هم که جواب ندادن دیگه جواب ندادن. اگه هم زنگ بزنن نکنم دیگه بتونم ویدیوشو بگیرم، ولی زنگ نمیزنن. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. سعیمو میکنم اگه بازم اتفاقی نیفته آگهی‌های دیوار بذارم. این دفعه مثل سری‌های قبلی قول نمیدم که بعد قول بشم، ولی این سری شرایط نسبت به قبلا خیلی بهتره، یعنی میتونم که بذارم ولی بازم قول نمیدم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. تا ویدیوهای بعدی فعلا